سلام بچه‌ها، چطورین؟ من اومدم مرکز خرید که یه سری چیزا بخرم. گفتم که بریم ببینیم با هم دیگه. شاهرخ هستن. بریم ببینیم شاهرخ، بریم قراره کلی خرج کنی دیگه. همه ما معتاد به کفشیم. شو و هولی خیلی کفش است. الان مثلا این چرا با $1000 باشه؟ 975. این کفشا توی پلاستیکه به خاطر اینکه میگه که گاهی با چیز میان، با غذا میان، با مثلا دستشون کثیف، خیلی تاچ میکنن و کفشا کثیف. از این خوشم اومد، ولی فقط سایز مردونه شو داره. از بادی شاپ اومدم تونرم و اینامو بگیرم، ولی هرچی فکر میکنم یادم نمیاد که چی میخواستم از اینجا. این چیزی که من داشتم سیوید بود ولی این شکلی نبود. من فکر کنم پکیجینگ تونراش عوض شده. I'm wondering like if the packagings are changed. Oh, okay. That's why like these ones are not so familiar to me. I was wondering if this is the same. So I'm going with this one. Thank you. Oh, 2 months. Okay. Okay, thank you. دقیقاً روی چیز میده، گل نرگس. این خب توی گرمه برای زمستون خیلی خوبه، خیلی حال میده. فقط خب خیلی میمونه دیگه، موندگاریش خیلی خوبه. دیور، کلا من دیور همه چیزشو دوست دارم. این یکی از اتکلوناییه که من خیلی دوستش دارم، ولی هر دفعه میام اینو بخرم باز یه چیز دیگه نظرم جلب. خیلی اینو دوست دارم. رد ولوت. به رنگو نگاه کن چه خوشگله. از این که من به تو نمیدم، فقط میتونی رنگشو تو ویدیو من علاقه ندارم. منم از این نمیدم. منم که فیوریتم همیشه چاکلته، همیشه همه چیز شکلاتی. این بهتر نیست؟ نمیدونم. دوتامونم قهوه. یه تست بزنم ببینم چی هست. واه چیز کیک گلاش. اوکی. و بریم پایین ببینیم چه خبره. خیلی خوشمزه است. واقعا؟ ولی هنوز چیز کیک رو بیشتر احساس می‌کنم. خب یه ذره برو دیپ‌تر. و یه ذره بدم پام بکنم. نه من دوست ندارم. چشات معلومه. نه به خدا دوست ندارم. اصرار نکن. نه خوشمزه است، خیلی دوست دارم. اوکی. میشه جان. اینجور رشته بیشتر مردم میرن سمتش رو خونه. کار سنگینیه؟ اصلا بندیه. مثلا کسای ما ماشینا رو خیلی خوب میشناسن. نه عقاب یکی دیگه میبره. آره عقابه. خودم پایی بزنمش. وای میسی.
بچه ها ماشین نو خریدن دوستان، همه دست کابودم براتون زدیم. آره زه داره، زه هاشو از اون برداشتن، خیلی خوشگله. مبارکتون باشه، عالی. یه آفتاب نرمیه ولی باز یه بادی میاد، یک کوچولو سرده ولی خب وسط زمستونه دیگه، ما انتظار داریم که سرد باشه ولی هنوزم خیلی خوبه. ببین چه خوشگله، وسط زمستون شکوفه‌ها در اومده. فرماش باحاله، طعم آنیلی. اومدم برم باشگاه، حس میکنم که نمیدونم کجا آتیش گرفته ولی فکر میکنم که باشگاه ما هم تعطیل کردن، یه جای اون پشت آتیش گرفته. میبینید بچه هنوز این آژیره داره زده میشه، همه بیرونن، من لباس هیچی نپوشیدم، سرده ها، به قیافش نمیخوره سرد باشه. میشنم صدا آژیرو، بوی دود میاد. اینم ماشین آتش نشانی و پلیس رو در جیمو بستن، گفتن که برید، به همه گفتن برید. پلیس هم اومد از توی بلندگو گفتش که از این منطقه برید، ماشیناتون رو بردارید. تولد دو تا از دوستام اومدم براشون کادو بگیرم که چون دیگه با لباسای جیم اومدم، به نظر خودم خیلی عجیب غریب میاد با لباس جیم اومدن بیرون، بعد حس میکنم به نظر دیگران هم عجیب غریب میاد ولی واقعا نمیتونستم برم خونه لباس عوض کنم دیگه. خاطر شما هم مثل منی از وسط غذاخوری که رد میشین گرسنتون میشه، حالا فرق نمیکنه الان غذا خورده باشین یا نه. براش اینو گرفتم، خیلی نازه. بنزین زدیم بریم سمت تولد و بارون تازه شروع شد. خوشحال نیستم وقتی که هوا تاریک میشه و بارونی میشه من رانندگی کنم ولی anyway یه خوردم راشون دوره، ببینیم چی میشه. اینو ما میتونیم اینو اینجوری میکنیم، بعد اینو میذاریم اینجا، بعد اینو یک کات میزنیم، بعد این کات اول نمیزنیم، کات دوم، بعد اینو میذاریم روی یک کرکر.